راهی سفری به شرق خوزستان شدیم تا از مکانی عجیب اما واقعی دیدن کنیم. 5 کیلومتر تا رامهرمز. در دل سفر به روستایی بکر و زیبا رسیدیم. طبیعتی زیبا در دل خوزستان. راهی تشکوه می شویم. کوهی که همیشه می سوزد. مردم هر ساله از جای جای ایران برای دیدن این شگفتی طبیعت به رامهرمز سفر می کنند. از کجا اومدین؟ شهرستان لالی. از اهواز. از اصفهان اومدم من. از تهران اومدم. علت شکلگیری این پدیده وجود گوگر در دل کوه می باشد. مشتعل بودن این کوه آتش یا تشکوه به زبان محلی عاملش گوگرد هست توی این منطقه که با هوا مخلوط شده و به شکل کاملا روشن در طی سال کل شبانه روز و چندین قرن هست که به همین شکل هست. نظرتون چیه درباره همچین منطقه؟ خیلی جای خوبیه. تو آثار تاریخی رامهرمز خوندیم اومدیم حالا بیایم ببینیم چه جوریه. خوشحال ما میشیم که بیایم ببینیم و مردم استانهای دیگه هم ببینن و از جاهای دیدنی ایران لذت ببرن. طبیعت بسیار زیبایی داره. به خصوص تمدن و فرهنگ بسیار غنی مردم این منطقه و به خصوص خوزستان. عصرانه را مهمان کوه بودیم که گرمای شعله‌هایش به گرمی و مهمان نوازی مردم رامهرمز بود. اینجا قشنگ‌ترین جاذبه‌اش یا یزد؟ طبیعت اینجا قشنگتره. این خیلی برام جالب بود، تا ندیده بودم همچین چیزی، حتی نشنیده بودم. نوشیدن چای در این هوای بهاری و کنار این مردم عجب لذتی دارد.